به نام خدای هدایتگر. سلام به دوستان عزیز وبسایت رسالتینجا.com. من محمد امین اسکندری هستم، همراه دوستانی که میخوان در مسیر شغل مورد علاقه شون باشن و از لحاظ شخصیتی رشد کنن. خب توی این فایل میخوایم در مورد یه شخصی که این روزا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی به اصطلاح سر و صدا به پا کرده میخوایم صحبت بکنیم، به اسم ویتو پارسای عزیزم. میخوایم در مورد رازهای موفقیت این شخص با هم دیگه صحبت بکنیم. بیوگرافی این شخص رو من توی این پست که الان شما دارید این فایل رو از اونجا میشنوید تو وبسایت رسالتینجا.com قرار میدم. خب ویتور پارسا میام بیوگرافیش رو اونجا مینویسم. اینجا توی این فایل میایم در مورد رازهای موفقیت این شخص صحبت میکنیم و درس هایی که میشه گرفت. خب الان وایسا حاجی، یه دونم الان یادم افتاد، یه لحظه وایسا. 5 تا شد. یه پنجمی هم حالا یه درس مهمیه که الان اتفاقا یادم افتاد نوشتم، در موردش صحبت بکنیم. میخوایم در مورد رازهای موفقیت این شخص صحبت بکنیم. خب بچه‌ها در مورد بیوگرافیشو گفتم قرار میدم اونجا خودتون بخونید. خب حالا چیز مهمی هم نیستش، مهم اینه که یاد بگیریم از آدمای مختلف. در مورد رازهای موفقیت این شخص یه نکته کلی وجود داره. ببینید بچه‌ها، من اینو همیشه میگم که آقا ما باید بتونیم اصل رو از فرع تشخیص بدیم. خیلی جالبه. این شخص پارسا با پادکست منگنه مصاحبه کرده. خب حالا میتونید تو یوتیوب سرچ کنید مصاحبه پارسا با پادکست منگنه، میتونید حالا برید ببینید. خیلی جالبه. اونجا در مورد موفقیت این شخص صحبت میشه که به قولی حالا چی شد که تو موفق شدی و اینقدر ترکوندی و سر و صدا به پا کردی و اینها. خب حالا بذار یه کوچولو اینو بگم، حالا بهتر اینو بگم. ایشون تو زمینه رشد فردی محتوا تولید میکنه، خب، و یوتیوبره. خب این یه بیوگرافی خیلی کوچولو. آره خلاصه صحبت میکنن در مورد اینکه چی شد که تو اینقدر ترکوندی. و بچه باور کنید من وقتی که اون تیکه رو دیدم و شنیدم اصلا کم مونده بودم به خدا پاشم داد بزنم که وای آدمان چرا خوابن. میگفتن که مثلا ببین اومده بودن دلیل موفقیت این شخص رو گفته بودن که آها تو چون آخر ویدیوهات نمیگی سابسکرایب کن پس این باعث شده که تو موفق بشی، پس بیا ما هم نگیم. و من اینطور بودم که یعنی چی بابا؟ اصل و فرع ما باید بتونیم تشخیص بدیم. اگر میبینیم یه شخصی موفق شده باید بفهمیم که آقا اون دلیل اصلی چی بوده. نه که مثلا نه این چون بلوز سیاه میپوشه، این چون مثلا چه میدونم فلان چیزو گذاشته توی ویدیوش، یا این چون مثلا سحرخیزه، این چون شب بیدار میمونه. آقا باید بفهمیم که آقا دلیل موفقیت یک شخص اون دلیل اصلیش چیه، فرعیاتو بذاریم کنار. آقا این شلوارش نمیدونم پاره است، اون نمیدونم مثلا چون گوشواره انداخته، اون نمیدونم فلان. آقا دلیل اصلی چیه؟ اصلو به من بگو. و به صورت کلی اینطوریه که آدما اصلو نمیگن. خب چرا بگه؟ میدونی چی میگم؟ میفرستن دنبال نخود سیاه که آره حالا بالاخره لطف خدا بوده فلان. بابا بله لطف خدا که بوده، اما لطف خدا خب داداش چرا شامل حال اون یکی نمیشه؟ به این دلیل که باید اون طبق قانون حرکت بکنه تا نتیجه بگیره. میدونی چی میگم؟ پس حالا قبل از این که بخوایم در مورد رازهای موفقیت این شخص صحبت بکنیم، اینو باید بدونیم که آقا باید بفهمیم دلیل اصلی موفقیت افراد چیه. اصل و فرع رو بفهمیم. این اصل و فرع تو همه چیز هست، تو همه چیز. خب این از این موضوع. حالا بریم سراغ در واقع رازهای موفقیت این شخص. اولین موضوعی که باعث شد این شخص به اصطلاح بترکونه این بود که آقا ایشون در مسیر عشق و علاقه حرکت کرده. یعنی خودش، حالا اینو خودش میگه، حالا من که نمیگم. خب
توی یکی از مصاحبه هاش باز میگه که میگه آقا من کلا علاقه داشتم به مباحث رشد فردی و به اصطلاح سلف ایمپروومنت و این داستانا. خب این دقیقاً اون اصله، نه که بگیم تو چون مثلا نمیگی سابسکرایب کن پس ترکوندی، تو چون نمیدونم فلان. بابا اصل چیه؟ اصل اینه، یکیش اینه که آقا تو کاریه که دوست داره اون کارو، خودش میگه بابا من کارمو دوست دارم، علاقه دارم به اینجور چیزا، و اون بچا اون عشق است که باعث میشه ما ادامه بدیم، باعث میشه که ما در مسیر بمونیم. بابا به خدا میگم آقا وقتی که میای تو مسیر عشق و علاقه حرکت میکنی، این نیستش که همون اول یه دکمه بزنی و اتفاقات رگباری رخ بدن. تا یه تایمی، حالا این تایم میتونه 3 ماه باشه، میتونه 6 ماه باشه، میتونه 1 سال باشه، 2 سال، 3 سال، بستگی داره به عوامل مختلف. خب تا یه تایمی اصلا هیچی نمیبینی، یعنی آقا شما صدتو میذاری وسط، کلی کار انجام میدی ولی هیچی نمیبینی، انگار یه دونه کاشتی هر روز بهش آب میدی، نمیدونم کودش اوکی میکنی، نور آفتاب، همه اینا، و هیچی نمیبینی. آقا سوال چی باعث میشه که این شخص ناامید نشه، ادامه بده به اون مسیر؟ آیا چیزی غیر از عشق به اون کاره؟ بابا اون شخص کارشو دوست داره که پاش مونده. به خاطر اینه که من خودمو دیگه رسما پاره کردم که بابا بچه‌ها برید تو مسیر عشق و علاقتون. و منظور من از عشق و علاقه سیچویشنال اینترست نیست، علاقه موقعیتی نیست که رفتی توی این جمع همه دارن در مورد والیبال صحبت میکنن، آره منم از جات بلند میشه، آره میدونی منم دوست دارم والیبال اینا مثلا خوبه، علاقه دار. ما در مورد اینا صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد عشقی صحبت میکنیم که خواب و خوراک ازت گرفته، میگی آقا لعنت به این عشق، خواب و خوراک از من گرفته، این چه مرضیه، به اینجا برسی. و درود بر زندگی با عشق بچه‌ها، به خدا ها، الله اکبر. خیلی بچه‌ها امیدوارم ما زندگیش بکنیم، زندگی که ها توش ذوق و شوق داره. خب خیلی قشنگه، خیلی. و به خدا وقتی آدم تو مسیر خودش قرار میگیره، رو شخصیتش کار میکنه، به خدا میشه، به خدا میشه. خب من نمونه کسی هستم که جهنم رو تجربه کردم و الان دارم بهشت رو تجربه میکنم. من نمونه کسی هستم که یه تایمی سردرگم بودم و الان تو مسیر خودم هستم. من نمونه کسی هستم که یه تایمی تباه بوده، اسکل بوده، ولی اومده 7 سال رو شخصیتش کار کرد و هنوزم ادامه داره اینا. و من قبل و بعد رو چشیدم و میبینم که آقا میشه، به خدا میشه. پس اون رازی که هست، اولین راز، اولین درس اینه که بابا این شخص تو مسیر عشق و علاقه‌اش حرکت کرده، ما هم باید همین کارو بکنیم. ببین به چی علاقه داری. دیروز یعنی دیشب یه فایلی ضبط کردم، یه مصاحبه ای رو اتفاقا هم تو یوتیوب میدیدم، تحلیلش کردیم با بچه‌ها. حالا اونم حالا هر وقت سرم خلوت بشه رو سایت قرار میدم، هرچند خیلی هم محتوا در صفحه انتشار قرار گرفتن، حالا نمیدونم کی میخواد بیاد بیرون، ولی خب حالا اینم پیگیر باشید. تو بخش معدن آگاهی تو وبسایت رسالتینجا.com، تو همین وبسایت پیگیری کنید و اونم میتونید ببینید. من دیشب داشتم یه مصاحبه ای رو تحلیل میکردم، اونجا در واقع این اومدم گفتم که بابا بچه‌ها اصلا چقدر فوق‌العاده است که ما تو مسیری باشیم که اون مسیره رو دوستش داریم، فارغ از چیزای دیگه. چقدر حالمون خوبه، به خدا چقدر حالمون خوبه و چقدر عالی رشد میکنیم. میدونی چی میگم؟ خلاصه مثلا میخوام بگم همین دیشب که آقا من اومدم اونو تحلیلش کردم، در مورد اون ویدیو صحبت کردم، خب یعنی اینطور بودم که بابا مثلا حالا اون شخص با یه چیز بود، نماینده خودرویی همچی چیزی بود، خودرو در واقع چیز داشت، نمایشگاه. خب میگفتم آقا ببین طرف مثلا میگه من دیوانه کارمم. خب بابا این عشقه که باعث شده بهتر کنه دیگه. خب عشقه که باعث شده آدم ها موفق بشن توی کارشون. خب این اولین اصله که ما تو مسیر عشق و علاقمون حرکت بکنیم و جدی بگیریم. نکته‌ای که من دیشب گفتم و خیلی مهم بود این بود که بچه‌ها علاقتون رو جدی بگیرید، تواناییاتون رو جدی بگیرید. نگید آره من دوست دارم مثلا این کارو کنم. بابا لب و لوچتو خم نکن بنده خدا. طرف داره دلغک بازی در میاره و ببین چقدر هم پول خوبی داره در میاره، هم حالش خوبه. چرا؟ چون جدی گرفته علاقه‌شو. میگه من دوست دارم جوک بگم، شده استندآپ کمدین. نکته‌ای که من دیشب تو اون ویدیو گفتم
این بود که بابا علاقتون و توانایی هاتون رو جدی بگیرید. آقا وقتی من علاقمو جدی نگیرم خب حرکت نمی کنم در اون راستا. خیلی ساده است، خیلی ساده است. خلاصه این از اولین راز که آقا در مسیر عشق و علاقش این شخص حرکت کرد. آقا به به، بعدی که اصلا بهش نگاه میکنم کیف میکنم. مورد دوم اینه که این شخص اومده مسئله حل کرده. بچه‌ها من یه چیزی رو توی دوره شغل متناسب من گفتم به بچه‌ها، یعنی ببین خدا وکیلیش این چیزی که بهتون گفتم برابر با کل جلسات این دوره. خب اینقدری که نکته خفنی بود. الان میخوام اون نکته رو بگم. آقا نکته چی بود؟ من اونجا گفتم تو بحث حل مسئله و اینا گفتم ببین یه به اصطلاح به اون چی میگن، یه سمی هست، یه تریکی هست که خیلی عالی جواب میده. خب یه فرمولیه که خیلی خفنه. اون چیه؟ اینه اولا این که بری مسیر خودتو پیدا کنی، بدونی آقا مثلا محمد امین اسکندری بابا مثلا این نجار مجار نیست، یا برنامه نویس که قبلا بود نیست، این اصلا مال این کارا نیست، این معلم. یا مثلا آقا این شخص باید چه میدونم خواننده باشه، مثلا حالا تو هر چی که هست. گفتم آقا این خیلی خفنه که مسیر خودتو پیدا کن، بدون که تو چه مسیری باید باشی، و بعد این و بعدش مهمه، و بعد توی اون حوزه کاری برو ببین چه مسئله‌ای هست، اون مسئله رو حل کن. یعنی اینا واقعا ترکیب سمی و خفنیه، خیلی عالیه. تو مسیری قرار بگیر که دوستش داری، بعد توی اون مسیر توی اون حوزه ببین چی مسئله است، آدما چی رو به اصطلاح مشکل دارن، چی که داستان دارن باهاش، برو اونو حل کن. این خیلی ترکیب سمی میشه. الان این شخص پارسای عزیز برادر قشنگم تو مسیر عشق و علاقش قرار گرفته و بعد توی این مسیر توی این حوزه اومده مسئله حل کرده. آقا چه مسئله‌ای حل کرده؟ این مسئله که آقا حالا این کارش، حالا هر کس با توجه به کارش دیگه. خب یکی مثلا دستگاه تولید میکنه، خب اون قضیهش با کسی که آموزش میده، آموزش رشد فردی، خب فرق میکنه مسائلی که دارن تو حوزهشون. مثلا این شخص تو حوزه رشد فردی اومد در مورد اینو صحبت کرده که آقا مثلا عادات بدو بذاری کنار، خب چه میدونم تنبلی، اهمال کاری، نمیدونم درس خوندن فلان، اومده در مورد اینا صحبت کرده. اینا چی ان؟ اینا همون مسئله‌ن که آدما دارن. آقا تنبلم چیکار کنم؟ آقا میخورم میخوابم هیچ غلطی تو زندگیم نمیکنم چیکار کنم؟ این اومده پاسخ داده چیکار کنی؟ این کارو کن. اومده مسئله حل کرده، در واقع اومده ارزش خلق کرده. ارزش خلق کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا باید یه چیزی بدی که به درد طرف بخوره. مثلا من میام بهت چه میدونم مثلا این گمگمه رو میفروشم، میگم مثلا داداش قشنگم، آبجی قشنگم، بیا من این گمگمه رو ازت، یعنی در واقع میخوام بهت بفروشم. خب بابا این باید به درد طرف بخوره دیگه. میگم مثلا توش میتونی چه میدونم آب بریزی یا حالا هر چیزی، آب میوه اینا، و مثلا موقع باشگاه رفتن یا تو خونه استفاده بکنی. آها حالا شد، حالا به درد طرف میخوره. یا میگم مثلا من میام بهت آموزش میدم که مسیر خودتو پیدا بکنی، از سردرگمی رها بشی. ببین من دارم یه چیزی میدم، دارم ارزش خلق میکنم. یا اون یکی میگه من بهت کمک میکنم که چه میدونم تو زندگیت رشد و پیشرفت بکنی. حالا ما با آدمای زرد این حوزه کار نداریم، خب اونا رو کار نداریم، کسایی که صادقانه دارن درست حسابی کار میکنن. یکیش مثل همین پارسا. خب این میشه ارزش خلق کردن، یه چیزی بدی. یا نه مثلا ببین میگم عذر میخوام، ما یا خدمات ارائه میکنیم یا یه محصولی رو میفروشیم، محصول فیزیکی، بستگی داره دیگه حالا اون کاری که انجام میدی، حوزه کسی. آقا مثلا کسی که گیمره بازی میکنه، خب اینا حالا اینم میتونه محصولم بفروشه، حالا با اون به قول بیزنس مدلش کار نداریم. خب به اصطلاح مدلای درآمدیش چجور میتونه باشه و دیگه خودش میدونه، باید بشینه فکر کنه ببینه چی کار میتونه بکنه. ولی یا مثلا این شخص میاد یه ارزشی خلق میکنه، همین کسی که نشسته داره بازی میکنه، بابا داره ارزش خلق میکنه. آدما نگاه میکنن میگن آره دیگه نشسته پشت کامپیوتر بازی میکنه. آخه بخوره تو اون ملاجر، درسته که داره بازی میکنه ولی در واقع داره ارزش خلق میکنه، آدما رو داره با خودش توی مسیر همراهی میکنه. بچه‌ها بریم ببینیم چه جوریه، واو چقدر باحاله، وای مردم فلان. بابا این ارزش خلق کردنه، این جنگولک بازی نیست. پس درس دوم اینه که آقا
این می‌خواستم بگم ایشون با این شخص قاطی شد، ایشون شد، این شخص شد. این شخص یعنی پارسا اومده مسئله حل کرده، خب اومده ارزش خلق کرده. یه جمله هست بچه ها، من پیشنهاد میکنم این جمله رو الان مثلا میتونی این فالو بعد از این که گفتم نگه داری یه ذره فکر کنی، چون این جمله رو باور کن هر چقدر بهتر بفهمی ما بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم. اون جمله هم اینه: کمک کن تا کمک بشی. ببین یعنی با دستات بذار رو سر بگی الله اکبر از این جمله، وای راست میگه. کمک کن تا کمک بشی. آقا پول میخوای باید یه چیزی بدی، همون خلق ارزشی که گفتم، باید یه چیزی بدی. نمیدونم چی میخوای بدی دیگه، خودت میدونی، بستگی داره به کرمت، ولی باید یه چیزی بدی. من خب برشی مگه عاشق چش ابروی تو هم بیام بهت پول بدم؟ بده بستونه دیگه، من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم. کمک کن تا کمک بشی. حالا ببین اصلا بابا اصلا فرمول سمیه ها. تو مسیری قرار میگیری که حالت خوبه، این باعث میشه که ایده بیاد به ذهنت، این باعث میشه که ادامه بدی، این باعث میشه که خلاق بشی. بابا به خدا تحقیق کردن سر این موضوع، اون ویدیو رو من تحلیلش کردم، یه ویدیو هست اونم باز تو یوتیوب دیدمش از پرینس ای. خب اونم انشالله سر فرصت رو سایت قرار میدم. خب اینقدر محتوا است که رو سایت قرار بدم. اومدن تحقیق کردن که بابا میگه ها وقتی انسان تو مسیری قرار میگیره که حالش خوبه، دوست داره اون مسیر رو، اون میگه خیلی اون جملهش تو ذهنمه your creativity rises، your نمیدونم چی rises. خب یه چند تا از اینا میگه. خب your motivation rises، میگه آقا انگیزت میره بالا، دیسیپلینت میره بالا، خلاقیتت افزایش پیدا میکنه. همش زیر سر اینه ها، این عشقه. اما گفتم چجور عشقی رو دارم میگم، نه هوس، عشقی که واقعیه، چیک نیست. خب پس به این جمله فکر کنید: کمک کن تا کمک بشی. اینم از درس دوم. پس درس دوم این بود، راز موفقیت این شخص اینه که آقا مسئله حل کرده، یه ارزشی ارائه کرده، ارزشی خلق کرده. اوکی، بریم سراغ شماره سوم. شماره سوم جسور بودنه. حالا این بیشتر تو حوزه آموزش هست، ولی میخوام به صورت کلی اینو داشته باشیم که بچه‌ها این جمله رو هم داشته باشید توی ذهنتون، خیلی جمله خفنیه. آقا خدا با شجاعان است. خدا با شجاعانه. همیشه اینو میگم بچه‌ها ببین این یه چیزی که باید اداشو در بیاری تا آروم آروم اینطوری بشی. خب اصلا این یه مدل رفتاریه ها. یعنی ما میخوایم مثلا من میخوام آقا مثلا من میخوام مؤدب بشم، خب خیلی بی‌تربیتم، یا نه مثلا میخوام یه ذره زبر و زرنگ بشم، خیلی دیگه تنبلم، پدر این تنبلیو در آوردم. چیکار کنم؟ یکی از راه حلاش اینه که سعی کن ادای اون جوری که میخوای بشی رو در بیاری. یعنی چی؟ من آدم تنبلیم میخوام زرنگ شم، میگم آقا آدمای زرنگ چه جوری میشن؟ تو هم سعی کن مثل اونا فیلم بازی کنی. این بعد یه مدت باعث میشه که شما مثل اون بشی، یعنی اونطوری زبر و زرنگ بشی. یا مثلا من خودم اینو میدونی چجوری استفاده میکنم؟ من خودم خیلی عجولم، یعنی مثلا یعنی پادشاه هم توی این حوزه که از عجول سردسته عجولام دیگه. خب و میدونم که این مشکله، خب باید این حل بشه، باید کنترل بشه. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا یه آدمی که صبوره، آدمی که آرومه، اون چجوریه؟ آها منم میخوام اونطور بشم، سعی میکنم اونطوری رفتار کنم. مثلا میخوام غذا بخورم با آرامش میخورم، تون با سرعت 3x غذا رو نمیخورم. میدونی؟ پس اینو داشته باشیم. حالا تو بحث جسور بودن میگیم ما تو مسیری که هستی تو زندگی تا سعی کن ادای آدمای جسور رو در بیاری، چون خدا با شجاعانه. بابا این شخص اومده حالا در مورد چیزایی صحبت کرده که هر کسی ارزشو نداشته، واقعیتشه. هر کسی نمیتونه بیاد در مورد فیلم های مستهجن صحبت بکنه، یا حالا مثلا یه تجربه‌ای بگه اصلا این دیگه هیچی. حالا اینو تجربه رو جلوتر در موردش صحبت میکنیم. خب هر کسی این ارزه رو نداره، واقعیتشه. خب ما اتفاقا همین تقریبا یه هفته پیش اینا بود تو وبسایت شخصی مثل امینی استاتایار اومدم یه محتوای منتشر کردم در مورد مسائل جنسی بود. خب نیاز بود که در موردش صحبت بشه. خب حالا اسمشو نمیگم چون اسمش زشته، ولی شاید لینکشو براتون قرار دادم تو همین پست. خب
بذار بگم دیگه، اسمش این بود وقتی بلند شده چجوری بخوابونمش. خب اسمش این بود. حالا یه ذره اسمش عجیبه. بحثای مسائل جنسی رو در موردش صحبت کردیم و یه سری آموزشا دادیم. آقا باور کن من میترسیدم در مورد این چیزا صحبت بکنم. خب یعنی میگفتم آخه میدونی یه جوریه که اعتبار آدمو یه ذره زیر سوال میبره، یه جوریه میدونی موضوع نرمالی نیست که در موردش صحبت بشه. ولی گفتم آقا من میخوام کسایی که توی این قبیله هستن، توی این قبیله رسالت اینجا، خب این چیزا رو بلد باشن، بدونن اینها رو، و سعی کردم که کار رو انجام بدم که به لطف او انجام شد کار و در موردش صحبت کردیم. و اصلا برام مهم نیست که بقیه چی فکری میکنن و اصلا مهم نیست. میخوام بگم باید سعی کنیم. ببین تمرین کردنیه، دکمه فشار دادنی نیست. باید تمرین بکنیم که جسور باشیم، گردن کلوف باشیم، بچه پررو باشیم، چون اینان که تو زندگیشون به جاهایی میرسن. الان نگاه کن آقا، دوران مدرسه رو به یادت بیار، مثلا دوران ابتدایینا. باور کن فکر میکنم سر این موضوع تحقیق انجام دادن، مطمئن نیستم. خیلی جالبه، میگن بچه‌هایی که تو مدارس ساکت بودن و خیلی صحبت نمی‌کردن اینا تو زندگیشون به جای خاصی نمیرسن، و برعکس اونایی که شلوغ بودن اونا به جاهای خیلی خوبی میرسن تو زندگیشون. آخه از این جهت مشخصه. چرا؟ چون بچه‌ای که شلوغه یه ذره انگار بچه پرروه. خب این تو این بچه پررو بودنه رو، این صفته رو تو بقیه جاهای زندگیش هم استفاده میکنه دیگه. میدونی چی میگم؟ پس اینم تمرین کنیم که جسور باشیم. خب ببین میگم یه ذره شاید زرد باشه ولی تمرین کردنیه. تمرین کن که یه ذره اعتماد به نفس داشته باشی، یه ذره حالا عزت نفسم داشته باشی که به این کمک میکنه دیگه. خب عزت نفسم هست که اگر عزت نفسمون رو پرورش بدیم باعث میشه که جسورتر هم بشیم. خب تو خیلی چیزا. خب اینم از راز سوم، درس سوم. مورد بعدی، مورد چهارم چیه؟ اینه که طبق قانون عمل کرده. بچه من اصلا یه چیز بهت بگم، میدونی چی شد اومدم در مورد این موضوع صحبت کنم؟ من داشتم این کتاب ایده عالی مستدام رو میخوندم. بذار بیارم برات، وایسا. یا گذاشتم اینجا. ایده عالی مستدام، ایده عالی مستدام. این داشتم این کتاب میخوندم، 370 صفحه است. الان تو صفحه 354م. خب داشتم این کتاب رو میخوندم. بعد حالا این کتاب ایده عالی مستدام در مورد اینه که چطوری ایده های ماندگار بسازیم. خب یه کتاب فوق العاده گنگستریه که انشالله توی این یکی دو روزم میخوام دل و روده‌شو در قالب خلاصه کتاب توی وبسایت رسالتینجا.com منتشر بکنم. خب اونم لینکشو قرار میدم براتون، هر وقت نوشتم اوکی شد توی همین پست قرار میدم که استفاده کنید. خب آقا خلاصه این کتابو که میخونم دارم میبینم که پارسای عزیز دقیقاً اینطوری رفتار کرده. حالا من خلاصه این کتاب بگم. میگه چجوری یه ایده‌ای ماندگار میشه. الان مثلا این میبینی چجور ترکونده. میگه میدونی چجور شده؟ 6 تا اصل داره. یک، ساده است. حالا نمیخوام اینا رو باز کنم، ما توی اون پست قشنگ دل و روده‌شو میریزیم بیرون. خب من فقط میگم یکیش ساده بودنه. خب سادگیه. دومی غیر منتظره بودنه. مثلا پارسا از این استفاده کرده، تو یکی از ویدیوهاش یه چیزی گفته، اون گفتم تجربه رو میگم، اومد از تجربه شخصیش یه چیز گفته و اینطوریه که آقا اینا طبق قانونه، آدما رو شوکه کرده و این باعث میشه که به قولی مثلا محتوا وایرال بشه و اینها. خب یعنی میخوام بگم فکر نکن شانسی بوده. آره دیگه خدا بهت نظر کرده، واقعا خدایا به ما هم نظر کن. بابا چی میگی؟ چه نظری بنده خدا؟ طبق قانون باید حرکت بکنی، باید بازی و بلد باشی. اینم خودش یه نکته است، باید بازی و بلد باشی. خب خلاصه مثلا دومین اصل توی یک ایده ماندگار، توی یک موضوعی که ماندگار میشه اینه که آقا به اصطلاح شوکه کننده باشه. خب حالا غیر منتظره میگه این کتاب، غیر منتظره باشه یعنی اینکه شوکه بشی. خب این اومده استفاده کرده. مورد سوم میگه ملموس باشه، یعنی قشنگ بفهمن چی داری میگی. این اصل سوم توی اون کتابو دارم میگم. خب اصل چهارم احساسی بودنه. خب
اصل پنجم داستانی بودنه و اصل ششم معتبر بودنه. خب البته این آخرش یه ذره جابجا شد، به ترتیب نیست. البته کلا مهم نیست به ترتیب باشه، ولی خب به صورت کلی ایناست. خب آقا مثلا اومده اگه نگاه بکنی مثلا پارسا از داستان استفاده میکنه، اگه ویدیوهاشو بری ببینی میبینی داستان تعریف میکنه، چون حالا این کتاب در موردش صحبت کرده دیگه. داستانی باعث میشه که مخاطبا خودشونو تو اون موضوع ببینن و خیلی در کل داستانی صحبت کردن خوب است. خب میخوام بگم این که پارسا اومده ترکونده همینطوری شانسی نبوده، طبق قانون عمل کرده. میگه آقا قانونه، میخوای ایدت ماندگار بشه باید حیرت آور باشه، شوکه کننده باشه، غیر منتظره باشه، باید احساسی باشه، باید حالا مثلا چه میدونم داستانی باشه، باید معتبر باشه، طبق این رفرنس، طبق این آمار. اینا باعث میشه که اون ایده ماندگار شه و پارسام از یه سری از اینا استفاده کرده و استفاده میکنه و دمش هم گرم. آفرین، این خوبه. آدم اسکول باشه بلد نباشه خوبه، یا اینکه قشنگ مطالعه کنه بدون چه جوری کار کنه؟ خب طبق قانون عمل کرده که نتیجه گرفته. و نکته‌ای که هست اینه که آقا باید بازی رو یاد بگیریم. اینم در موردش صحبت کردیم قبلا که آقا تو هر حوزه‌ای هستی ببین چجوری باید تو اون حوزه موفق شد، برو در موردش آموزش ببین. اگه نیاز پول بدی بده، ولی یاد بگیر که چجوری باید توی اون حوزه موفق بشی. میدونی به چی میگم؟ به خاطر همین این خیلی مهمه که ما توی اون مسیری که هستیم خب بلد باشیم اون بازی رو. بابا بچه اصلا ببین بازی و بلد بودن یه لذت دیگه ای داره. این که تو بازی و بلد باشی بدونی میخوام الان این کار کنم اون کار کنم، قشنگ میدونی و اطمینان داری از نتیجه. این اطمینانه رو از کجا آوردی؟ از اینجا که میدونی داری طبق قانون عمل میکنی. آقا یه مثال ساده، این که میگم طبق قانون عمل کنی نتیجه میگیری، یعنی نگاه آقا مثلا میگیم شما تشنته، میگه بله. خب ببین خیلی ساده است، اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، تمام شد و رفت دیگه. احتمالاً برطرف بشه و اگه خدا بخواد و بابا اینا نیست. اگر طبق قانون عمل کنی نتیجه میگیری. تشنت آب بخوری تمام شده رفته، تشنگی برطرف میشه. گشنت اگه غذا بخوری حل میشه. ایناست که باعث میشه یه شخصی موفق بشه. طبق قانون عمل کرده، جسور بوده، حرفشو زده، حرکت کرده، مسئله حل کرده، ارزش خلق کرده و در مسیری که عاشقشه حرکت کرده و حرکت میکنه. و این 4 تا. پنجمی هم که حالا تو همین فایل یادم افتاد این بودش، یه نکته خیلی جالب هست، اونم اینه آقا هر کسی که به یه جایی میرسه در حد خودش، تو بازی خودش به یه موفقیتی میرسه، اردکا اینطوری هن که مسخرش میکنن. خب که آقا من دیدم دیگه، مثلا یه سریا مثلا تو کامنت ها گفتن که آره بابا این پارسا بابا نسخه کپی شده مثلا چه ایمان گجیه، نگاه اونم دستشو این کار میکنه اینم میکنه فلان. ببین آدمی که تو زندگیش به جای خوبی رسیده باشه بقیه رو مسخره نمیکنه. میدونی چی؟ این یه واقعیته و میخوام بگم حواسمون باشه تو مسیر خودمون آروم آروم به جاهای خوبی رسیدیم، از این اردکا میخوام پیدا بشن. حالا تو پرانتز شاید خودمونم اینطوری باشیم، مثلا مسخره کنیم فلان، میگیم دیگه این کارو نکن، سطح تو ببر بالا. خب حداقل یعنی اولین کاری که میشه کرد برای ارتقاء سطح اینه که کارهای پوچ و چیپو انجام ندیم. مسخره نکنین اونو، تشویقش کن، بگو آفرین ارزه داشته کپی کرده، منم میرم کپی میکنم. ارزه میخواد. و همیشه هم یه عده هستن که مسخرت بکنن زیر سوالت ببرن. حالا گفتم این کپی کرده فلانیه، این نمیدونم فلانه، این حرفش اشتباهه، این کارش اشتباه. همیشه از اینجور آدما هستن. مهم نیست، مهم اینه که هر کس تو مسیری که عاشقشه حرکت بکنه و رو شخصیتش کار کنه و با آدم‌های سر و کله بزنی که باهاش همفازن دیگه. این بهترین چیزه دیگه. چه نیازی است ما همه رو با خودمون همراهی کنیم؟ همین. این شد از این فایل که در مورد رازهای موفقیت این پارسای عزیز صحبت کردیم و نمیدونم این فایل رو گوش میخواد بده یا نه، در هر صورت مهم نیست، ولی اگر گوش میده
فقط بهش میگم دمت گرم که اینقدر شجاعی و طبق قانون خدا با شجاعان است و خدا نتیجه شجاعت انسانها رو میده که همونطور که داریم میبینی اتفاق افتاده، بالاخره تو مسیر عشق و علاقش حرکت کرده، نتیجهشو داریم میبینیم. این حالا بالاخره ببین در حد خودش اون وقتی که گذاشته، حالا همه اینها دیگه، خب در اون حد و اندازه خودش به موفقیت رسیده، حالا شهرت، ثروت، همه اینها و اینا 100%، باز میگم طبق قانون، نه که مثلا خدا نظر کنه نمیدونم یه شانسی بیاره، نه طبق قانون 100% اگر در این مسیر بمونه و ادامه بده از اینم بیشتر و بیشتر میشه، نتایج هی گنده تر میشن. نه به این معنا که خدا عاشق چش ابروشه، نه به این معنا که داره طبق قانون حرکت میکنه. یعنی چی قانون؟ یعنی که تو مسیر عشق و علاقشه. یعنی چی قانون؟ یعنی که داره مسئله حل میکنه، داره ارزش خلق میکنه، یه چیزی داره میده. یعنی چی قانون؟ یعنی که جسوره. یعنی چی قانون؟ یعنی که داره طبق قانون عمل میکنه. خلاصه که به این شکل خیلی واقعا فایل فوق‌العاده‌ای بودش و هدایتی هم شد. میگم داشتم این کتابو میخوندم، کتاب کجا گذاشتم اینها، اینور، کتاب ایده عالی مستدام، خیلی کتاب قشنگیه و خدا بهم الهام کرد که بیام در مورد این موضوع صحبت کنم و 1 2 3 گفتم چشم، اطاعت میشود. اومدیم خلاصه کارا رو ردیف کردیم و خلاصه زدیم رکورد و الان هم داریم صحبت میکنیم. خدای شکرت بابت آگاه شدن، واقعا خدای شکرت که ما فهمیدیم باید اصل و فرع و تشخیص بدیم، مثل این اسکولا نباشیم بگیم این موفق شده چون ساعت میندازه، چون چه میدونم گوشواره میندازه، چون بابا اصل چیه بنده خدا؟ نذار دنبال نخود سیاه بفرستنت، این بدترین چیزه ها، آدمو دنبال نخود سیاه بفرستن. آره اینه، واقعا اینه. من میگم آره برو دنبال نخود سیاه. میدونی زرنگ باشیم، هر چی که شنیدیم و باور نکنیم. طرف میگه من موفق شدم چون سحرخیز بودم. آقا وایسا ببینم مگه هر کسی که سحرخیزه موفق میشه لزوما؟ پس اصلو بگو که چی کار کردی، که نمیگن اکثرا. خب ولی ما باید ببین، ما اگر یاد بگیریم قوانین موفقیت رو دیگه میتونیم بفهمیم دیگه. خب یعنی لزوما قرار نیست طرف بگیم این بابا یه سری قوانین هست اینا مشخصن، خب دیگه اصلا تو کار دیگه ای که نکردی همیناست دیگه، چیزی غیر از اینا نیستش. خب خلاصه که به این شکل خدای شکرت، یه ذره سپاسگزاری کنیم و بعد این فایل رو جمعش کنیم. خدای شکرت بابت این چیزای قشنگی که یاد گرفتیم. خدای شکرت بابت مسیر معجزه‌وار عشق و علاقه که واقعا هر ثانیه به ثانیه‌اش توش معجزه است، معجزه‌ای مثل حال خوب، مثل ذوق و شوق، مثل اتفاقات خوب. خدای شکرت، عجب این حکیه، به خدا حک زندگی این مسیری که دوستش داری، خب مسیری که مال توه. خدای شکرت بابت سقفی که بالا سرمونه. خدای شکرت بابت اتفاقات خوبی که برامون میفته و خواهد افتاد اگر ما حرکت بکنیم. خدای شکرت که به شجاعان پاداش میدی، اونم چه پاداشی ها، اونم چه پاداشی. خدای شکرت بابت چشمانی که میبینند. خدای شکرت بابت گوشهایی که میشنوند و خدای شکرت بابت قلبی که بیمنت میتفه. خدای شکرت، عاشقتونم. امیدوارم که این فایل براتون مفید بوده باشه. تو وبسایت رسالتینجا.com عاشقانه منتظرم نظرات قشنگتون رو در مورد این فایل مطالعه کنم و امیدوارم همیشه در مسیر خوشبختی و ارزش آفرینی باشیم. فعلا خدا نگهدار.